تئاتر اروتیک دوست دارم. فقط شوخی جنسی. نیلوفر هستم، دستیار صحنه و لباس. کیانوش هستم، بازیگر و دستیار کارگردان. کارمانی هستم، بازیگر و کارگردان. داوود هستم، بازیگر. حالا کارگردان نیستم من. یه رشته کارگردانی داری خوندم ولی کارگردان هنوز به حساب نمیاد. انشالله که من دستیار صحنه و لباسم. ولی فیلم‌های خودش رو میتونید ببینید، بشینید جاجش کنید. درست گفتم؟ بعدا فیلم‌های کارمانی رو می‌بینیم در آینده نشن و نزدیک همینجا جاجش می‌کنیم. سلام. یه سوال فنی دارم خدمتتون. آقا میری کار می‌بینی؟ تئاتر می‌بینی؟ ستاره‌اش 4.5 ولی کاره رو که می‌بینی در حد 1 ستاره هم نمیارزه. 1 ستاره یا بیشتر 2 ستاره نهایتا. اصلا نمیارزه. داره پیش اومده براتون؟ خب چی میشه که این اتفاق میفته؟ چی میشه که یه نفر ستاره‌اش بالاه ولی مفت نمیارزه کارش؟ میتونه به خاطر بازیگری باشه، بازیگر چهره رو برده باشن. بازیگر چهره میاره، مردم میگن اوه فلانی بازی میکنه. فروش کنه. مردم ما هم که اکثرا عاشق بازیگرای چهره و دوست دارن که حالا یا سینما یا تئاتر برن ببینن تئاتر این آدم چطوریه. آیا به اندازه سینما واقعا واسه این میرن ببینن که تئاتر آدم چطوریه. یه سریشون آره، یه سریشون هم نه، به خاطر اینکه فن اون آدمن. یه سری هم دوست رفیقاشو میرن میبینن که اونا میرن نمره میدن، نمره‌های بالا میدن، باعث میشه که نمره کل مجموعهشون بره بالا. پس با این اوصاف تیبال هم میتونه خیلی منبع موثقی نباشه برای اینکه ما تشخیص بدیم کدوم تئاتر خوبه یا کدوم تئاتر بده. پس حالا چیکار کنیم؟ چه جوری متوجه بشیم که یه کار خوب نیست و نریم ببینیمش قبل از اینکه اصلا چیزی بشنویم؟ مثلا همینجوری بخوایم قضاوت کنیم چه المان‌هایی وجود داره؟ ارزش اینو داره که الان با توجه اینکه بلیط‌های تئاتر هم گرون شده، همش 300 350 تا 500 تومان هم یه سری اجرا داره میره. اصلا ارزش داره اون کارو ما بریم ببینیم، انقدر هزینه کنیم. خب چه جوری بفهمیم؟ اینجا که پولمون رو هدر بدین که شما پولتون رو هدر ندین. من دیگه تیبال منبع موثق جدی نیست. یه زمانی بود ولی الان متأسفانه خب خدا وکیلی نمیشه دیگه. یه سری دوسته، یه سری رفیقتن، تو نمیدونی که همش بد بری بگی راجبشون یا همش بری خوب بگی. نقد کنی ناراحت میشن، نقد نکنی ناراحت میشن. ولی ما اینجا قراره چیکار کنیم؟ هم تئاتر خوب هم تئاتر بد رو ببینیم و به شما معرفی کنیم. یه دونه رو در وایسی. ان پارتی بازی بدون هیچ اغراقی تئاتری که دیدیم و به شما معرفی میکنیم و مسلماً سلیقه بچه‌ها مختلفه و سلیقه شما هم متفاوته. الان سلیقه ما چهار تا اصلا فرق میکنه با هم. و کلا اون تئاتر برای شما نقد میکنیم، بررسی میکنیم و به شما انتقال میدیم. یه چیزی که این وسط هست که به نظر من خیلی مهمه، اسم تئاتر. یه سری وقتا واقعا انتخاب اسم برای یک تئاتر خیلی مهمه. تو مثلا یک اسمی انتخاب کنی که طرف مثلا جذب میشه که بیاد اون کارو ببینه. بعضی وقتا هم نه. مثلا یه اسمی هست که حالا همینجوری نه، اصلا اسم تئاتر شناسنامه یا اون کاره، هویت یک کاره. اسم تئاتر باعث میشه که من مخاطب برم جذب بشم ببینم. وقتی اسم خوبی نداشته باشه چرا برم ببینم؟ پس اسم تئاتر خیلی مهمه. پوستر خیلی مهمه. طرف میره کنار دیوار خونش وای میسه با رفیقش عکس میگیره، بعد میاد میذاره میگه مثلا کار فلان. آقا جان تو برو وقت بذار یه پوستر، یه عکاسی از عکس بگیره میخوای پوستر بزنی. متأسفانه با هوش مصنوعی هم دارن سریع میذارن، همین که گفتش کارمانی همینه. یعنی کنار دیوار وای میسته با هوش مصنوعی چوبی در میاره پوستر سینمایی. من پوستر سینمایی هم موافق نیستم واسه تئاتر خدا وکیلی، به خاطر اینکه سینما تئاتر تا محتوای اصلا متفاوتن با هم. با هوش مصنوعی هم حتی مخالف نیستم، به خاطر اینکه بعضی وقتا با هوش مصنوعی میتونی چیز خیلی خفن خلق کنی، ولی اینکه تو اصلا وقت نداری برای پوسترت این چیز جداه، چون تو پوستر میتونه باعث بشه تو بری اون کارا رو ببینی. تبلیغات کلامی خیلی مهمه. چرا مهمه نیلوفر؟ خب کسی که میره میبینه اگه دوست تئاتریک باشه یا حالا هر چیز دیگه‌ای و وقتی بهت میگه که آقا این کار ارزش دیدن داره، تو میدونی که طرف مقابل یه سری استانداردهایی داره، پس تا یه حدودی اون تئاتر رعایتش کرده. آقا من فهمیدم مشکل چیه. مهمان یه تئاتری حق نداری بری کامنت بد بذاری. پول بلیط نمیدی، خب معلومه نمیتونی نقدش کنی. یه سری چیزا هستن، سری فاکتورها هستن که باعث میشن تو نتونی یه کارو نقد کنی. همین باعث میشه بری تبلیغ کنی، طرف باشه بیاد کارو ببینه وای چه فوجیه.
پس تیبال هم باید خیلی با دقت توش بگردی و انتخاب کنی. ولی همه اینا گفته شد که بگیم چی کیانوش جان؟ همه اینا گفته شد که ما بهترین تئاتر رو به شما معرفی کنیم. بهترین و بدترین. بهترین و بدترین. بدترین این نیست که طرف بد باشه یا کارش چرا بعضی وقتا طرف واقعا خیلی بده. خیلی بده و اصلا بعضیا اصلا نمیتونن بگن که داداش تو خیلی بد. بعضی بدن دیگه بعد چیکار کنم وقتی بدن دست من. در هر صورت ما هم تئاتر بعد شما معرفی می‌کنیم هم تئاتر خوب. و این انتخاب شما کدوم یکی رو بریم. حالا یه چیزی هم هستش، یه سری اینجوریان که خب مثلا شما کیدین وسط که مثلا میایین ما رو نقد کنید. آقا ما بر اساس سلیقه خودمون، دانش خودمون، هر چیزی که تا الان تجربیات خودمون به هر حال دیگه برای تا الان چه درست یه سری چیزا میفهمیم دیگه، ما منطقی با توجه به دانشمون نقد میکنیم. مخاطب خودش متوجه میشه ما راست میگیم، دروغ میگیم، اصلا درست میگیم، اشتباه میگیم، هر چیزی. ما ادعای خاصی هم نداریم، این چیزیه که قرار اتفاق بیفته و بر اساس سلایق متفاوت میخوایم این کارو بکنیم. یعنی هیچ وقت نمیایم سلیقه عام مردم رو ببریم زیر سوال بگیم نه حتما باید هنری باشه. نه، ما میایم همون سلیقه رو بر اساس خودمون سلیقه نقد میکنیم. دقیقاً. مثل تئاترای چی؟ مثل تئاتر آزاد. مثل تئاترای چی؟ مثل تئاترای چی؟ رو حوزی مثلا تئاتر ایرانی، تئاتر نمایش ایرانی. سبک و سلیقه‌های مردم متفاوتن، خیلی هم اینجوریان که همشون باید باشن، اصلا نمیشه که این فقط باشه. آره دیگه همش باید باشه. مکملم. خیلی هم اینجوریان که اوکی من تئاتر اروتیک دوست دارم، فقط شوخی جنسی. خب دیگه من چیکار کنم؟ من مجبورم همون سلیقه رو با همون سلیقه نقد کنم دیگه نمیشه تا که در واقع چرا خوشونه اون شده خوشحالم اون برنامه داییده رفتی دیوار نه قطع نشده. بچه خلاصه اینه که دیوار رو ول کنید، بیاید با ما بشینید تئاتر رو ببینید، جاج کنید. ما قراره دهن همه رو سرویس کنیم. ما قراره بشیم همون فراستی که میگن بلاگر منتقد نیست. ما قراره بشیم همون فراستی، بیاید با ما جاج کنید ما رو. یه چیز دیگه رسمی وجود داره توی کار ما. ببین چیه؟ ما خدافظی نمی‌کنیم، ما غیب میشیم.